سلام، ژان بغوثیان هستم. به دنیای بازاریابی اینترنتی قسمت 4 خوش آمدید. اسم این قسمت ساخت قیف بازاریابی هست. قیف اصطلاحیه که شاید خیلی تا به حال نشنیده باشید و در سایتتون پیاده سازی نکرده باشید. ولی یکی از مفهوم‌های بسیار مهم و کلیدی در بازاریابی اینترنتی هست و اگر به درستی در سایتتون پیاده سازی بشه میتونه باعث بشه که فروش‌های سایتتون به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کنه. پس اول با هم ببینیم که قیف بازاریابی دقیقاً چی هست و تعریفش چی هست. قیف بازاریابی ساده ترین تعریفش اینه: سلسله ای از صفحات سایتمون هست که بازدید کننده این صفحات رو به ترتیبی که ما دوست داریم دقیقاً طی میکنه. پس در واقع قیف چند تا صفحه از سایتمون یا چند تا وب پیج هست که ما با دقت بسیار بالایی این صفحات رو طراحی کردیم و کاری میکنیم که بازدید کننده در این صفحات قدم به قدم پیش بره. و محتوای این صفحات چی هست؟ معمولاً پیشنهادهای خاصی هست که بیشتر پیشنهادهای فروش هست و بازدید کننده در هر قدم یا در هر صفحه میتونه انتخاب کنه که اون پیشنهاد رو قبول کنه یا اون پیشنهاد رو رد کنه و اگر قبول کرد به قدم بعدی هدایت میشه و حتی اگر پیشنهاد رو رد کرد میتونیم باز تعریف کنیم به یک قدم دیگری هدایت بشه. بنابراین چرا ما باید از قیف‌های بازاریابی در سایتمون استفاده کنیم؟ چون معمولاً باعث میشه به خصوص وقتی شخصی میخواد یک خریدی انجام بده اون حجم خریدش رو افزایش بده و خریدهای بیشتری رو از سایت ما انجام بده و در نتیجه ما میتونیم فروش سایتمون رو خیلی راحت‌تر افزایش بدیم. بیایید با هم یک مثال بسیار ساده از یک قیف بازاریابی رو بررسی کنیم. همینطوری که میبینید در ساده ترین حالت ممکن یک قیف میتونه شامل 2 صفحه از سایتمون باشه. این مثالی که اینجا آوردم که صرفا یک مثال هست، صفحه اول یک صفحه فرود هست. حتما میدونید صفحه فرود چی هست. صفحه ای از سایتمون هست که معمولا اطلاعات تماس بازدید کننده رو میگیریم و به ازاش یک هدیه که معمولا یک فایل دانلودی هست رو به بازدید کننده میدیم. اون هدیه میتونه یک PDF باشه، میتونه یک ویدیو یا صوت رایگان باشه. البته میتونیم هدایای غیر دانلودی و هدایای فیزیکی هم به بازدید کنندگان بدیم که مسلما کار سخت‌تری هست. بنابراین در قسمت اول قیف بازدید کننده به یک صفحه‌ای هدایت میشه به اسم صفحه فرود و اگر به این صفحه فرود واکنش مثبت نشان داد، یعنی اگر اطلاعات تماسش رو وارد کرد و دکمه دانلود رو زد، به یک صفحه دیگری هدایت میشه به اسم صفحه محصول رد نشدنی. در این صفحه ما چه کاری انجام میدیم؟ اول میایم اون قولی که دادیم رو بهش عمل میکنیم، یعنی اون فایلی رو که قول دادیم به بازدید کننده میدیم مثلا هم تو همون صفحه برای دانلود قرار میدیم و علاوه بر این در اون صفحه یک محصول رد نشدنی پیشنهاد میکنیم. محصول رد نشدنی چی هست؟ محصولی هست که معمولا قیمتش طوری در نظر گرفته شده که بسیار بسیار ترغیب کننده هست و یک بازدید کننده سایت به راحتی نمیتونه از این پیشنهاد بگذره و اغلب منجر به یک خرید میشه. در واقع ما موفق میشیم به یک بازدید کننده سایتمون فروشی رو انجام بدیم. مسلما از این فروش سودی رو کسب نمی کنیم، بلکه بیشتر هدف ما این هست که یک فردی که تا به حال خریدی از سایتمون انجام نداده بود و صرفا بازدید کننده بود رو تبدیل کنیم به یک خریدار و وقتی این اتفاق افتاد، یعنی بازدید کننده تبدیل به یک خریدار شد، حتی خریدی که هیچ سودی برای ما نداره، معمولا کار خیلی راحت تر میشه و ما میتونیم فروش های بعدی رو به همین بازدید کننده انجام بدیم. بنابراین یک مثال بسیار ساده از یک قیف در سایت بود که صرفاً شامل 2 تا صفحه از سایتمون هست و از طریق هدایت بازدید کننده از صفحه اول به صفحه دوم موفق میشیم که فروش هایی رو ایجاد کنیم.
قیف‌های سنتی یا قیف‌های نسل قبل بیشتر تمرکز کلشون یا تمرکز کل کانال بر قبل از خرید بود. منظورم چی هست؟ یه مثال بزنم. فرض کنید شخصی میاد یک محصولی رو به سبد خریدش اضافه میکنه. ما در مدل قیف سنتی قبل از این که این بازدید کننده خریدش رو قطعی کنه، یعنی قبل از اینکه پرداختی انجام بده، بهش پیشنهاد میدیم که بیایید مثلا یک محصول دیگری رو هم به سبد خریدتون اضافه کنید و ما به ازاش یک تخفیفی لحاظ میکنیم یا یک هدیه‌ای به شما اضافه بر اون دوتا محصول میدیم یا به هر حال یک پیشنهاد بسیار خوبی میدیم که شخص هنوز وقتی تسویه نکرده و خریدش رو به پایان نرسونده وسوسه بشه یا ترغیب بشه که خرید بیشتری رو انجام بده. و اغلب قیف‌های سنتی در واقع کل روش کارشون همین بود، یعنی به بازدید کننده‌ای که محصولی رو به سبد خرید اضافه کرده پیشنهادهایی میدیم و پیشنهاد میکنیم که بیشتر خرید کنه. ولی در قیف‌های نوین و قیف‌های مدرن یک اتفاق بسیار جالب افتاده و تمرکز کل این کانال و کل این مراحل بر بعد از خرید متمرکز شده. یعنی ما اجازه میدیم که بازدید کننده‌ای که تو سایتمون هست خریدش رو انجام بده، پرداختش رو انجام بده و بعد از پرداخت موفقیت آمیز و پایان خرید بازدید کننده رو به یک صفحه‌ای هدایت میکنیم که در واقع قدم بعدی قیف ما هست و در اون صفحه پیشنهادهای متفاوتی به فرد میدیم. میگیم شما که این محصول رو همین الان خریدید بیایید چند تا محصول دیگر رو هم بخرید و ما یک تخفیف خیلی عالی لحاظ خواهیم کرد، یا در ارسال مثلا یک تخفیف ارسال در نظر میگیریم یا کلا ارسال رو رایگان براتون انجام میدیم یا هر پیشنهاد دیگه‌ای که فکر میکنید میتونه ترغیب کننده باشه. پس نکته بسیار کلیدی که تا اینجا تاکید کردم اینه که در قیف‌های بسیار حرفه‌ای و پیشرفته ما تمرکز قیف و این قدم‌ها رو میبریم به بعد از خرید، یعنی وقتی که بازدید کننده پرداخت رو انجام داد و تموم شد تازه وارد یک قیفی میشه شامل چندین مرحله و پیشنهادهای مختلفی رو به این فرد که تازه به خریدار تبدیل شده ارائه میدیم. چه مزیتی داره این کار؟ یکی از مزیتاش اینه که وقتی شخص خریدش رو انجام داده و منتظر یک محصولی هست معمولا خیلی راحت‌تر خریدهای بعدی رو انجام میده و چون فرایند خرید رو یک بار تا پایانش طی کرده احتمال خریدهای دوم و سوم در همون لحظه خیلی بیشتر هست و راحت‌تر شخص خرید میکنه. و یک نکته رقابتی بسیار مهم که شاید بهش توجه نکرده باشیم اینه که وقتی شما پیشنهادهای ویژه سایتتون رو میبرید به بعد از خرید، بنابراین رقیبان شما به راحتی نمیتونن هر روز چک کنن که در سایتتون چه اتفاقی میفته و به خریداران خودتون چه پیشنهادهایی میدید، چون هر بار باید پرداخت رو انجام بدن و کار تمام بشه تا ببینند بعد از خرید چه اتفاقاتی پیش میاد و اغلب رقیبان مسلما این کار رو انجام نمیدن که مرتب بیان از سایتتون خرید کنن که ببینن بعد از خرید شما چه قدم‌هایی دارید و چه پیشنهادهایی به خریدارانتون ارائه میکنید. بنابراین این مدل یا این روش استفاده از قیف باعث میشه که فرایند بازاریابی شما تا حد قابل توجهی پنهان باقی بمونه و فقط افراد این فرایند رو خواهند دید که از سایت شما خرید موفق داشته باشند و خریدشون رو به پایان برسونند. همینجا میخوام بهتون یه پیشنهاد بسیار جالب بکنم که حداقل میتونه باعث بشه که فروش سایتتون 3 برابر بشه. شما هر محصولی رو که میفروشید و در سایتتون ارائه میدید بعد از این که خریدار اون محصول رو خرید، اینجا منظورم به خصوص محصولات ارزان هست و محصول رد نشدنی، بعد از این یک پیشنهاد بسیار بسیار گران به خریدار ارائه بدید. فرض کنید البته کارتون آموزش هست
و در سایتتون یک PDF 1000 تومانی میفروشید. بعد از اینکه کسی این PDF 1000 تومانی رو خرید و پرداختش رو انجام داد، این خریدار رو به یک صفحه‌ای هدایت کنید که در اون صفحه گرانترین محصولتون رو به همین فرد پیشنهاد میدید. حالا گرانترین محصولتون قیمتش چقدره؟ اینجا صرفاً فرض کنیم که 100,000 تومانه. 100,000 تومان یعنی 100 برابر قیمت اون محصولی که همین الان خریدار اون رو اقدام کرده و خرید کرده. خب چه اتفاقی میفته؟ مسلمه که اغلب افرادی که صرفاً یک خرید 1000 تومانی انجام دادند بلافاصله قانع نمیشن که یک خرید 100,000 تومانی هم انجام بدند. کاملا این موضوع واضحه. ولی به یک نکته توجه کنید. اگر از هر 100 نفر فقط یک نفرشون این پیشنهاد رو قبول کنه چه اتفاقی میفته؟ فروشتون 2 برابر میشه. 100 نفر از سایتتون خرید 1000 تومانی انجام دادن که میشه 100,000 تومان. یکی از این افراد پیشنهاد دوم شما رو هم قبول کرده. بنابراین با یک خرید از 100 خرید فروش کل این قسمت سایتتون 2 برابر میشه که بسیار بسیار قابل توجه است. حالا اگه 2 نفر این کار رو انجام بدن فروشتون 3 برابر میشه. البته یک راهکار دیگه اینه که محصولی رو که بعد پیشنهاد میدید محصول گرانتری در نظر بگیرید که با یک خرید شاید فروش کل این محصول و این بخش 3 برابر بشه تا حتی 5 برابر و 10 برابر بشه. بنابراین این یک فرصت بسیار عالیه. این فرصت رو از دست ندید که به خریداران سایتتون، حتی افرادی که محصولات بسیار ارزان خریدند، یه پیشنهاد خیلی گران بدید، البته با یک مزایای خاصی. مثلا یک محصولی که 1,000,000 تومان هست رو با یک تخفیف 50% با قیمت 500,000 تومان بهشون ارائه بدید. این میتونه تبدیل بشه به یک پیشنهاد بسیار جذاب که شاید از هر 100 نفر خریدار یک نفرشون قبول کنه و این خرید رو انجام بده که میتونه خیلی خیلی به نفع سایت شما باشه. نکته دیگری که میخوام روش خیلی تاکید کنم اینه که در قیف‌های جدید و پیشرفته و خیلی حرفه‌ای همیشه از پیشنهادهای شرطی استفاده میشه. یعنی در همین مثالی که زدم یک PDF 1000 تومانی میفروشیم و بعد کسانی که خرید رو انجام دادن بهشون پیشنهاد میدیم یک محصول 100,000 تومانی بخرند. همینجا کار تموم نمیشه. اگر شخص اون پیشنهاد 100,000 تومانی رو قبول کرد چه اتفاقی میفته؟ فرد رو هدایت میکنیم به یک پیشنهاد بزرگتر. حالا شاید یک پیشنهاد 1,000,000 تومانی بدیم و حالا فرض کنید از هر 1000 نفر یک نفر هم این پیشنهاد 1,000,000 تومانی رو قبول کنن، چقدر میتونه به نفع شما باشه. و یک حالت دیگه، اگر شخص پیشنهاد 100,000 تومانی رو قبول نکرد چه اتفاقی میفته؟ میتونیم این شخص رو به یک صفحه دیگری هدایت کنیم که در اون صفحه یک پیشنهاد ارزانتر داریم. مثلا یک پیشنهاد 20,000 تومانی داریم. بنابراین باز به سرعت کار رو تموم نمی کنیم. قیف‌های حرفه‌ای معمولاً حداقل شامل 3 تا 5 مرحله هستند و پیشنهادهای مختلفی ارائه می کنند و اگر پیشنهاد قبول شد به یک صفحه دیگری هدایت میشن و اگر پیشنهاد رد شد باز به یک صفحه دیگری هدایت میشن و پیشنهادهای ارزانتری به این افراد داده میشه تا کار ادامه پیدا کنه و ما بتونیم از یک خریدار سایت حداکثر سود ممکن رو ببریم و خود خریدار هم کاملا راضی هست، چون اون پیشنهادهای گرانی که بهش ارائه میدیم معمولا با یک تخفیف بسیار بزرگ یا با یک مزیت‌های بسیار ویژه‌ای همراه هستند که باعث میشه خریدار هم از اون خریدش لذت ببره و راضی باشه. بنابراین دیدیم که چطور میتونیم قیف‌های بسیار جالب و جذابی داشته باشیم که میزان فروش ما رو نه تنها چند درصد بلکه تا چند برابر افزایش بدن. بیایید اینجا یک مثال واقعی بررسی کنیم. فرض کنیم ما در سایتمون یک کتاب 10,000 تومانی میفروشیم و الان چه اتفاقی افتاده؟ یک خریدار اومده و این کتاب رو خرید کرده، پرداختش رو انجام داده و بعد از پرداخت موفقیت آمیز
این خریدار رو به یک صفحه‌ای هدایت میکنیم که بهش پیشنهاد میدیم 4 نسخه بیشتر از همان کتاب رو تهیه کنه. مثلا کتاب 10,000 تومان بوده همونطور که گفتم و خریدش انجام شده و بعد از خرید بهش میگیم اگر 4 نسخه دیگر هم تهیه کنید، یعنی در کل 5 نسخه بشه، اون 4 نسخه بعدی رو با 50% تخفیف میدیم. یعنی به جای 10,000 تومان این 4 نسخه بعدی رو به شما 5,000 تومان میدیم. خب این پیشنهاد بسیار میتونه عالی باشه برای خریدار، برای شما هم احتمالاً به صرفه است، چون شما یک بار فقط مبلغ به اصطلاح ارسال میدید و احتمالاً در کتاب هم به اندازه کافی سود میکنید. اینه که 4 نسخه رو میتونید با نصف قیمت هم بفروشید. و حالا اینجا اون موضوع شرطی بودن رو بررسی کنیم. اگر این پیشنهاد قبول شد، یعنی خریدار گفت باشه من این 4 نسخه رو هم میخوام، کار تموم نمیشه. اگر پاسخش بله بود یا تایید کرد، میتونیم هدایت کنیم این خریدار رو به یک صفحه دیگری و اونجا پیشنهاد بدیم که میتونه یک CD صوتی رو هم بخره. در واقع CD صوتی همین کتاب رو هم اضافه کنه به سبد خریدش. و اگر پیشنهادش خیر بود چه اتفاقی میفته؟ میتونیم بهش پیشنهاد بدیم به جای 4 نسخه بیایید فقط 2 نسخه بیشتر بخرید. در واقع ما پیشنهادمون رو نصف میکنیم. و حالا قدم بعدی چی میتونه باشه؟ اگر این پیشنهاد 2 نسخه رو قبول کرد چه اتفاقی میفته؟ اونجا باز بهش میتونیم پیشنهاد بدیم که نسخه صوتی رو بخره و اگر قبول نکرد میتونیم بهش پیشنهاد بدیم نسخه دانلودی رو بخره. یعنی نسخه دانلودی کتاب یا صوت یا هر پیشنهاد دیگری. بنابراین اینجا میبینیم که ما یک فرایند طراحی میکنیم که خریدار یک تک کتاب با پیشنهادهای بسیار مختلف و متنوعی مواجه میشه که میتونه تصمیم بگیره از این پیشنهادها کدومش رو قبول کنه و کدومش رو رد کنه و با هر تصمیم خریدار ما این خریدار رو در قیفمون یک قدم جلوتر میبریم و با یک پیشنهاد جدیدتری مواجه میکنیم. با این مدل ما میتونیم به حداکثر سود ممکن برسیم و کاری کنیم که یک خریدار بیشترین حجم خریدش رو از سایت ما انجام بده که میتونه بسیار بسیار سودآور باشه. و چون پیشنهادهای بعدی ما همیشه پیشنهادهای ویژه هست، خود خریدار هم خیلی راضی‌تر و خوشحال‌تر هست. چند تا نکته در مورد قیف‌های حرفه‌ای بگم. در قیف‌های حرفه‌ای که طراحی می‌کنیم گرافیک بسیار بسیار مهمه. اگر از گرافیک خیلی زیبا حرفه‌ای، از اکشن‌های سه‌بعدی فتوشاپ به خوبی استفاده نکنیم، معمولاً خیلی فروشمون افزایش نخواهد یافت. پس روی این موضوع حتما کار کنید و اگر لازمه سرمایه گذاری کنید، از گرافیست‌های حرفه‌ای استفاده کنید. دومین نکته اینه که بیش فروشیتون رو حتما در چند قدم انجام بدید. یعنی همون مثالی که زدم، اگر خریدار یک PDF 1000 تومانی خرید، بعدش پیشنهاد 100,000 تومانی میدیم. اگر پیشنهاد 100,000 تومانی رو هم قبول کرد، باز اینجا کار تموم نمیشه و یک پیشنهاد بزرگتر میدیم و در چند قدم در واقع بیش فروشی انجام میدیم، در صورتی که در قیف‌های سنتی بیش فروشی صرفاً در یک قدم انجام میشه و هیچ وقت چند پیشنهاد نبود. ولی این نوع قیف‌ها که قیف‌های مدرن و حرفه‌ای هستن معمولاً خیلی موفقیت آمیزتر عمل میکنن. نکته سوم اینه که کم فروشیتون رو هم در چند قدم انجام بدید. یعنی همون مثال PDF 1000 تومانی رو اگه تکرار کنم، بعد از اون ما یک پیشنهاد 100,000 تومانی میدیم. اگر خریدار این پیشنهاد رو قبول نکرد چه اتفاقی میفته؟ میتونیم یک پیشنهاد 20,000 تومانی بدیم. اگر باز قبول نکرد، باز میتونیم یک پیشنهاد 5,000 تومانی بدیم. این خریدار حتی اگر یک پیشنهاد 5,000 تومانی رو بخره، 1,000 تومان خریده بود، الان 5 برابر اون مقدار داره خرید میکنه. پس کار بسیار با ارزشیه که قیفمون هم در بیش فروشی و هم در کم فروشی شامل چندین قدم یا چندین مرحله باشه. و چهارمین نکته که خیلی خیلی مهمه اینه که ما مسلما یک کانال یا یک قیفی رو طراحی میکنیم
در اولین طراحی به حداکثر سود نمیرسیم. مرتب باید سعی و خطا کنیم، تست کنیم و روی خریداران ببینیم کدام قدم کانال یا قیف موفقیت آمیزتره و بالاخره تغییراتی بدیم تا بتونیم به حداکثر سود ممکن برسیم. پس تا اینجا چند تا نکته دیدیم که چطور میتونیم کانال یا قیف‌های حرفه‌ای تری رو طراحی کنیم. و در قسمت پایانی میخوام به شما بگم که قیف‌های حرفه‌ای چقدر میتوانند اثرگذار باشند و چقدر میتونن کسب و کارتون رو متحول کنند. نمیدونم شما در این دوتا جای خالی چه اعدادی رو حدس میزنید که میتونید جایگذاری کنید، ولی قیف‌های حرفه‌ای میتوانند فروش شما رو از 3 تا 10 برابر افزایش دهند. البته باز تاکید میکنم مطمئن باشید اولین قیفی که طراحی کردید احتمالا فروش شما رو 3 برابر هم نخواهد کرد، ولی با یه مقدار سعی و خطا و تلاش میتونید به جایی برسید که قیف‌هایی طراحی کنید که حتی فروش سایتتون رو تا 10 برابر افزایش دهند. پس این نکته بسیار مهمه و توصیه میکنم حتما روی ساختن قیف در سایتتون وقت بذارید و کار کنید. و حالا این سوال پیش میاد که ما چطور در سایتمون یک قیف طراحی کنیم؟ اگر سایت شما با وردپرس طراحی شده و ساخته شده، خبر بسیار خوب اینه که پیاده سازی کانال یا قیف کار بسیار ساده ای هست. تنها چیزی که لازم دارید یک پلاگین هست به اسم سمارت آفرز، ترجمه فارسیش میشه پیشنهادهای هوشمند، که توسط این پلاگین فوق‌العاده ووکامرس میتونید تمام این نکاتی رو که تا اینجا توضیح دادم رو در سایتتون به راحتی پیاده سازی کنید. در این پلاگین امکان تعریف بیش فروشی وجود داره، یعنی میتونید بگید اگر کسی خریدش رو موفقیت آمیز انجام داد و برگشت، در واقع از صفحه پرداخت بانک به سایتتون برگشت، یک پیشنهادی براش ظاهر بشه و پیشنهادهای بیش فروشیتون ارائه بشه، همون چیزی که در مثال قبلی توضیح دادم. میتونید توسط این پلاگین شرط‌های ثابت تعریف کنید، شرط‌های بسیار عجیب غریب. یعنی بگید اگر کسی حداقل 1 سال عضو سایت من هست و اگر قبلا بیشتر از 500,000 تومان از فروشگاه من خرید داشته و اگر این محصول خاص در سبد خریدش هست، حالا یک پیشنهاد ویژه‌ای به این بازدید کننده خاص بدیم. بنابراین میتونید خیلی خیلی شرط‌های عجیب غریب و سفارشی شده ای رو تعریف کنید. و خوبی این شرط‌های ثابت و پیچیده چی هست؟ اینه که بسیاری از رقیبان و حتی بازدید کنندگان دیگر سایتتون هیچ وقت این پیشنهادات رو نخواهند دید، چون فقط افراد این پیشنهادات رو میبینن که دقیقاً این شرایط براشون صدق کنه. و سومی و مهمترین امکان فوق‌العاده این پلاگین اینه که شما میتونید شرط قبول یا رد تعریف کنید. میتونید تعریف کنید که اگر کسی یا بازدید کننده ای این پیشنهاد اول من رو قبول کرد، بعدش چه پیشنهادی نمایش داده بشه، و اگر این پیشنهاد رو رد کرد، حتی اگه بست، صفحه رو بست، در واقع به صورت پاپ آپ هست یا به صورت یک وب پیج که 2 تا دکمه داره که این پیشنهاد رو قبول میکنم یا رد میکنم. اگر گزینه رد میکنم رو زد، میتونیم تعریف کنیم در قدم بعدی چه پیشنهادی به این بازدید کننده خاص ارائه بشه. بنابراین میبینیم با این پلاگین دقیقاً میتونیم تمام مطالبی رو که در این قسمت توضیح دادم رو در یک سایت وردپرسی پیاده سازی کنیم. اگر به لایسنس اصل این پلاگین هم نیاز داشتید میتونید با مدیر سبز تماس بگیرید. ما میتونیم لایسنس های با تعداد بالا بگیریم. این کار رو قبلا هم انجام دادیم و به دوستان بدیم که قیمتش بسیار به صرفه تر باشه، ولی حتما توصیه میکنم این پلاگین رو به هر طریقی که میتونید تهیه کنید و در سایتتون پیاده سازی کنید تا از این به بعد بتونید از طریق قیف فروش‌های بسیار بیشتری رو ایجاد کنید. خیلی ممنونم که به این قسمت دنیای بازاریابی اینترنتی هم توجه کردید. منتظر قسمت‌های بعدی باشید. نکته مهمی که در این قسمت یاد گرفتیم اینه که با کمک قیف‌های فروش چطور میتونیم سود سایتمون رو چندین برابر کنیم. امیدوارم در قسمت بعدی باز شما رو ببینیم. موفق باشید و خداحافظ.